بشر ایها الصائم، بشارت بهت بدم، مژده بهت بدم ای روزگیر. فانک فی شهر صیامک فیه مفروض، تو در یه ماهی هستی که روزش واجبه. و نفسک فیه تسبیح، نفس کشیدن تسبیحه. نومک فیه عباده، خواب تو درش عبادته. و طاعتک فیه مقبوله، بندگی تو رو قبول میکنن. ذنوبک فیه مغفوره، گناهان تو میبخشن. من عاشق این دوتا حرف هستم. و اصواتک فیه مسموعه، حرف تو میشنون، صدا تو میشنون. و مناجاتک فیه مرحومه، این مناجات تو با خدا مورد ترحم خداست، چون حرف تو میشنوه.